بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق. و استعمار خو یادتش است پیش از اینکه کشور اشغال کنه یا ضمن که اشغالش کرد تهاجم فرهنگی برنامه های ایمانسوز اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربیع. ولی نوجوانان چون متأثر از امو چهره های کاذب سینمایی است فکر میکنه استاد به این خوش میشه باز یک پوستکارت بچه فیلم میگیره پیسرش نشته میکنه استاد محترم روز معلم به شما تبریک میگم. اگر از یک نوجوان پرسان کنی که آقا جان حضرت مصعب ابن عمیر میشناسی بیچاره معصومانه سنت سعی میکنه یعنی جوابش است که متاسفانه نه. حضار نهایت گرامی، غالباً در تمام جهان اضافه تر از 6 میلیارد انسان زندگی میکنه. نیم جامعه مرد هست و نیمش زن هست ولی هر انسان 24 ساعت در تلاش یک گم شده هست. این گم شده چی هست؟ نجات، امن، سکون، آرامش، رفاهیت. موقعی که تمام کلمه ها را جمع کنین در یک کلمه خلاصه میشه. هر انسان در دنیا در تلاش سعادت و کامیابی هست ولی مفکوره ها فرق میکنن. یک تعداد نجات صرف در مال و در پول تلاش میکنه. ما وقتی میگیم صرف به این معنا که عقیده و گم شدهش صرف مال و ملک هست. یک تعداد این سعادت در نقشه های کاذب سیاسی تلاش میکنه. یک تعداد این سعادت در شهرت تلاش میکنه. ولی من براتان قسم یاد میکنم که والله سعادت واقعی و دنیا و آخرت صرف در دین اسلام هست. این که ما میگیم مفکوره ها فرق میکنه به این منظور که هر کس از دین یک تعریف خاص در می ذهن خود داره. ولی ما و شما دین چی رقم تعریف میکنیم؟ یکی تعریف خلاص دین هست به طور مجموع حیات پاکیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم دین کامل هست. به عبارت دوم به اعتبار حال شناخت حکم الله جل جلاله و تطبیق حکم پروردگار موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام امور و ابعاد زندگی. چون ما معلم هستیم به مشوی معلمی صحبت میکنیم میخوام که ابعاد زندگی را هم براتان واضح بسازم تا جایی که ما از بزرگای خود شنیدیم ابعاد زندگی
عبادات هست، معاملات هست، اخلاق هست، معاشره هست. معاشره یعنی چی؟ برخورد نوجوان با پدرش، برخورد یک مسلمان با مسلمان، برخورد یک مسلمان با کافر در میدان جنگ، در میدان صلح، برخورد شوهر با خانمش، برخورد خانم با شوهر. و هذا القیاس در اقتصاد، در قضا، در سیاست، یعنی از نظام حکومت گرفته تا به نظام طهارت، حکم پروردگار موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به اعتبار حال هم برتان تشریح میکنم. یعنی چطور به اعتبار حال یک مسلمان در مقابل پروردگارش مسئولیت داره. یک مثال بسیار ساده. روز جمعه است، یک نوجوان میخواهد که نماز جمعه را ادا کنه، ولی میبینه که نیم ساعت هنوز به نماز مانده. قرآن کریم میگیره تلاوت شروع میکنه، آنقدر در تلاوت غرق میشه که بالاخره 1 بجه وقتش پوره میشه. امام بیان هم شروع میکنه و خلاص میشه. موقعی است که مؤذن اقامت میگه ولی در تلاوت خود مصروف هست. بالاخره صفحات درست میشه، تکبیر تحریمه گفته میشه ولی خوش تلاوت میکنه. حال یک بنده خدا در شانش دست میمانه، آقا جان تلاوت کاری خوب است ولی حال موقعش نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید المؤمن کیس فتن. مسلمان باید بسیار دانشمند، زیرک، هوشیار و موقع شناس باشه. هر لحظه درک بکنه که می لحظه ما در مقابل پروردگارم چی رسالت و مسئولیت دارم. یک مثال دیگه. یک صحابی هست، روز عروسیش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بلال حبشی که مسئول بیت المال بود برش گفت که یک مشت پول به این صحابی بده، بره بازار برای خود سودا بخره. او وقت برادر، وقت یک صحابی روز ولیمیش می بود، زندگی بسیار ساده بود. اسباب ولیمه یا روغن بود یا خرما بود یا پنیر. مثل امروز وار شکلش بسیار فیشنی نبود. موقعی که صحابی پول میگیره به طرف بازار میره، اینجا یک آوازدهنده به صدای بلند صدا میکنه. دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این آیه مبارکه را تلاوت میکنه انفروا خفافا و ثقالا. برای درای پروردگار که نفیر عام هست، جهاد هست، اگر ریش سفید هستی یا جوان هستی، سبکبار هستی، سنگینبار، برای درای خدا. این نوجوان خروز عروسیش است، همین لحظه میخواه که سودا بخره ولی کت خود محاسبه میکنه. نکاح و سنت هست و جهاد فرض عین هست. بالاخره پول دست داشته را برای خود یک شمشیر و زره میخره، فوراً به میدان جهاد میره تا بالاخره به مقام شهادت میرسه. نعره تکبیر! موقعی که جهاد ختم میشه، جسد شهدا را جمع میکنه. به اختیار نگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف جسد صحابی میفته. اشک از چشمایش پایین میشه. متعاقبا نبی علیه السلام چشمای خود پت میکنه و در آخر یک تبسم میکنه. صحابه کرام برش میگه یا رسول الله، پدر و مادرهای ما قربانی تو شوه، ما در یک موقع 3 منظره را دیدیم، امی راز برای ما بگو. نبی علیه السلام فرمود اشک به خاطر از چشمایم پایین شد که امروز روز عروسی نوجوان بود و سرانجام به شهادت رسید. ولی چشمای ما به خاطر پود کردم که پروردگار جل جلاله امو منظره را برای من نشان داد که
حور عینایی را به کمال محبت برهنه با آغوش کشید. و او صحنه را هم الله جل جلاله بر من نشان داد که این نوجوان در جمعی از فرشته ها داخل جنت شد. برادرای عزیز، این هست یک نوجوان نمونه زندگی یک نوجوان آگاه. پروردگار جل جلاله همه ما شما را بیدار بسازد. برادرای نهایت گرامی، یقینا اسلام برای فردم پیام داره، برای خانواده و جامعه هم پیام داره و به تمام مسلمانای جهان پیام داره. پروردگار جل جلاله می فرماید من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. مفهوم آیه مبارکه هست کسی که حکم پروردگاره موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روشنی ایمان قوی، یک مرد باشه یا زن باشه، عمل بکنه، پیش ازی که مرگ به سراغ آدمی بیاید فلنحینه حیاتا طیبه، پروردگار جل جلاله می فرماید ما بهترین زندگی امن و خوشی و آرامی را برش نصیب میکنیم. جناب ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک صحابی جلیل القدر هست و از جمله اعضای یعنی از جمله اصحاب صفه هست. اصحاب صفه دیروز اگر ما امروز او را ترجمه کنیم یعنی اصحاب صفه تعدادش بین 70 و 80 و چند، یک مجموعه از صحابه کرام بود که هر لحظه برای قربانی آماده بودند. مثل که امروز ما و شما یک اصطلاح داریم به نام قطعه منتظره، هر جا که حادثه باشه فورا خود میرسانه. در آخره یک اصطلاح دیگه است به نام واکنش سریع. اصحاب صفه هر لحظه برای قربانی آماده بودند، برای دعوت و جهاد. ولی یگان نفع فقر و فاقه چنان بالایشان غالب می شد که وقتی برای نماز صف می کشیدن نیم صف از دست گرسنگی و فاقه به زمین می افتاد. ابو هریره رضی الله عنه در صحبت پیامبر خدا بسیار حریص بود، منظم و مسلسل جملات مبارک نبی علیه السلام نشته میکرد. وقتی نبی علیه السلام فهمید که ای به جمع‌آوری حدیث بسیار حریص است، برش گفت ادنو یا ابا هریره، پیش بیا، نزدیک شو. وقتی ابو هریره صاحب نزدیک شد گفت خلطه تام پیش کو. دو 6 دانه خرما را انداخت. گفت ابا هریره تا که زنده استی از این نوشیجان که الله دهی برکت من نازه انشاءالله که خلاص نمیشه. مهمان ابو هریره صاحب قسم میکنه والله یک شو ما با ابو هریره میمان شدم، هر دوی ما از این خلطه خرما را میکشیدیم تا ای که من سیر شدم و تعداد خسته ها را که حساب کردم به 50 رسیده بود. و میفهمین این خلطه چی وقت ناپدید شد؟ روزی که جناب حضرت عثمان سے به شهادت رسید، باز این خلطه هم گم شد. حضرت ابو هریره صاحب فریاد میکشید للناس غم ولی غمانه، مردم خو یک غم داره که امیر المؤمنین به شهادت رسیده و غم ما خود 2 غم است که امیر المؤمنین هم به شهادت رسید و او امانت را که پیامبر خدا به ما سپرده بود هم امروز گم شد. ولی ابو هریره صاحب با وجودی که بسیار فقیر بود ولی می گفت که من نسبت به عبدالرحمن ابن عوف که یک صحابی سرمایه‌دار بود، تاجر بود، در تاریخ میگه که احیانا وقتی کاروان تجارتیش به مدینه منوره می رسید، شطور اولش در مدینه منوره و شطور آخریش در سرزمین شام بود. ولی ابو هریره صاحب با اطمینان می گفت والله من از حضرت عبدالرحمن ابن عوف که بسیار با سعادت هستم. چرا؟ ما از نبی علیه السلام شنیدیم که فقرا نسبت به اغنیا نیم روز پیش به جنت داخل میشه، یعنی ما 500 سال پیش از عبدالرحمن ابن عوف داخل جنت میشم و خوش و آرام بود. برادر امروز خو معیار سعادت فرق میکنه. یک تعداد فکر میکنه اگه ما بسیار سرمایه دار بودم
شاید من بسیار آرام شم. ولی خوشی کدام خوشی هست که انسان به می حال قناعت بکنه مثل ابو هریره رضی الله تعالی عنه. قرآن با خانواده و جامعه هم پیام داره. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر مردم محیط و منطقه دیندار شدن، یگانه هدفش صرف ذات الله شد و تقوا را اختیار کردن، ما تمام خزانه های زمین و آسمان بر روخش باز میکنیم. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! یک صحابی داستان بیان میکنه. قسم به خداست وقت در دوران خلافت حضرت عمر صاحب فارس و روم سقوط کرد و خزانه های فارس و روم به قدم صحابه کرام ریخت. هر یکی ما آنقدر مالدار و سرمایه‌دار شدیم، اگر پروردگار جل جلاله بر ما 7 قرن عمر میداد و شب و روز به خاطر تلاش دنیا کار میکردیم، اینقدر مال و ملک ما پیدا کردن نمیتونستیم. میفرماید که در دوران خلافت حضرت عمر صاحب، یعنی در خزانه آنقدر دانه های قیمتی انبار شده بود، اگر 7 نفر مثل حضرت عمر صاحب که قد بلند بود سر به سر استاد میشد، از پشت کوت جواهرات دیده نمیشد. ولی صحابه با وجود ازی چون تقوادار بودن از مال دنیا مستغنی بود. میگه جالب ای هست، روزی که فارس سقوط کرد راجع به کلاه امپراتور فارس حکایت میکنه. پیش ازی که فارس سقوط کنه یک فرد میرفت به مو حکومت فارسی ها و از همه جالبی بود که کلاه امپراتور فارس 500 کیلوگرم وزن داشت و از طلای خالص بود. شاید شنونده باور نکنه ای گپه، در تاریخ میه، ولی کلاه در سر امپراتور نبود، ای توسط تارهای بسیار باریک در هوا معلق بود و تخت امپراتور طور گذاشته بودن وقتی یزدگرد به تخت میششت می سرش با کلاه برابر میشد. بیننده فکر میکرد می کلاه را خلبت سر کرد. میگه روزی که یزدگرد به خراسان فرار کرد، والله امو کلاهش بسیار بی اهمیت در جمع غنایم افتاده بود و صحابه کرام مثل که امروز اطفال ما در می کوچه ها پیپی کونی روغن به می پای میزنه و میزنه و میزنه، امی رقم کلاه امپراتور در جمع از خرمن غنیمت انداخت. میگه که در جالبیشی هست که یک صحابی یک صندوقچه را برای امیر غنایم آورد و پوزش پیچیدگی بود. گفت که را هم بگی. وقت امیر غنایمی صندوقچه را خلاص کرد که ای تمام خرمن غنایم یک طرف، ولی در بین این صندوقچه دانه های بسیار قیمتی دیگه طرف. بر گفت او نوجوان در این چیز نقصان نکرده باشی، از این دانه ها چیز نگرفته باشی. او پس اسب خود رخش دور داد. گفت میفهمی والله به خاطر ترس خدایی را برات آوردم، اگر ترس خدا در دل من نمی بود قسم به خدا اسکی را برات نمی آوردم. امیر غنایم گفت خی خدا خود معرفی که تو کی هستی؟ گفت من خدا برات معرفی کنم که در هر مجلس یاد مرا کنی، والله مرگ سرت خواد آمد ولی مرا نخواد شناختی. پس اسبش حرکت کرد. امیر غنایم یک نوجوان گفت تعقیبش کو که کی هست. وقتی او تعقیبش کرد در یک خیمه در آمد، پسان معلوم شد که حضرت عامر رضی الله تعالی عنه بود. وزی که در جالبی که یک صحابی آمد تاج امپراتور در دستش بود، قیمتترین مال غنیمت. وقتی حضرت سعد بن وقاص کی را دید بسیار خوش شد، به دست یک نفری را داد، گفتی را پیش حضرت عمر صاحب ببر و خوشخبری و بشارت فتح الفتوح هم برش بده. او مرد نابلد بود. موقعی که به مدینه منوره رسید گفت این امیر المؤمنین، امیر مومنین کجا هست؟ وقتی برش نشان داد ای تاج به عنوان خوشخبری برش داد. حضرت عمر صاحب سخت اشک ریخت و برش گفت الذین ادوا هذا لا امنا، یقینا آنهایی که این امانت
تامه را رساندن، یقینا که مردم بسیار امانتکار هست. از این که جالب بشی که اولاد امپراتور فارس با تمام شاهزاده هایش، یعنی اکثر شاهزاده هاش اسیر شد و ای را پیش روی حضرت عمر صاحب آورد. حضرت عمر صاحب برای گفت کیف حالکم، چطورتان است؟ به اسلام رو چطور هستین؟ حالتان چطور است؟ بچه یزدگرد برای گفت از حال ما چی پرسان میکنی؟ خب کل ما زنجیر و زولانه پیش روی تستاد هستیم. حال ما خو وقت حال بود که ما از شرم سر شما حکومت نمیکردیم. جزیره عرب ولسوالی یمن بود و یمن تحت تاثیر فارس بود. روزگار خوب روزگار بود. ای خوی روز بعد از او برش گفت کمال از شما نیست، کمال از پیامبرتان است که پروردگار سر از او قرآن نازل کرد و شما با قرآن عامل شدین، پروردگار شما را سر ما مسلط ساخت. یقینا برادرای عزیز، وقت ماحول و محیط اهل جامعه تقوادار و دیندار شود، پروردگار جل جلاله و خزانه های زمین و آسمان بروخش خلاص میکنه و قرآن و اسلام برای تمام مسلمانای جهان هم پیام داره. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم فی الارض. وعده پخته الله هست، که خو وعده موتو هست که وعده خلاف هست. ما خام هستیم، وعده ما خام است. وعده پروردگار، ذات پروردگار ذات کامل هست، وعده شان وعده کامل هست. وعده الله هست با او مسلمانایی که ایمان در قلبش راسخ شود و اسلام به معنای کلمه زیبا تمثیل کنه، ما قیادت تمام جهان برش میتیم. ما وقتی میگیم قیادت تمام جهان، این عنقا نیست. عنقا نامی پرنده است که نامش است ولی خودش نیست، وجود فیزیکی نداره. ای که ما میگیم قیادت و خلافت اسلامی عنقا نیست که اصلا نامش بود خودش نه. برادرای عزیز، مسلمان ها اضافه تر از 13 قرن سر فضای جهان مسلط بودند. این مسکو نیست که 14 سال ما شما را زجر داد. 2 قرن به کلیخ هم برای مسلمان ها جزیه دادن. 95% خاک شوروی در اختیار مسلمان ها بود. این حساب میکنیم. خلافت راشده، خلافت اموی ها، خلافت عباسی ها، خلافت ممالیک، خلافت ترکیه عثمانیه. اولین خلیفه مسلمان ها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. آخری خلیفه مسلمان ها خدا آخری نسازشه، سلطان عبدالحمید. مرکز مسلمان ها در کجا بود؟ در ترکیه. به نام چی مشهور؟ اسلامبول، یعنی مرکز مسلمان های جهان. ولی استعمار ای را هم تحمل کرده نتانست، این کلمه را تحریف کرد به نام استانبول. یقینا وقتی که مسلمان ها دنیا را گرفتن، ببینن اکثر نوجوان هاست برادر که به میزوق شما چند کلمه بگویم. اولین رئیس جمهور امریکا به نام واشنگتن چی میگه؟ مبارک با دست محمد صلی الله علیه و سلم که با دست مبارک خود اولین خشت مدنیت مادی و معنوی را گذاشت. باز جمله خود تکمیل میکنه، اگر یارای محمد صلی الله علیه و سلم پیام اسلام به اروپا نمی بردن، مدنیت مادی امروز اروپا 3 قرن به تعویق میفتاد. وقتی مسلمان ها به طرف اروپا رفتن، اولین کار را که انجام داد حرکت ترجمه، مکاتب و مدارس احیا کردن. 8 قرن در پوهنتون های مسلمان ها که مواد تدریسیشان از جمله تالیفات مسلمان ها بود، استادشان مسلمان بود. 8 قرن مردم غرب با مسلمان ها یک جای در پوهنتون ها درس خواند. می فرماید او دورانی بود که مرکز سیاسی مسلمان ها بغداد بود، مرکز علمی مسلمان ها قرطبه بود و مرکز روحانی مسلمان ها مدینه منوره و مکه معظمه. مسلمان ها بودند که در دنیا برای اولین بار نظام ترافیک یا نظام ترانسپورت نامش تفریق ماند. امو تفریق پریروز تریفیک امروز هست. می فرماید که در بغداد کتابخانه بود به نام بیت الحکمه، 4 میلیون اثر بکر در اوجه موجود بود. و کتابخانه دیگر در اسپانیا بود که غالبا 2 میلیون عنوان بکر در وجود داشت. در تمام دنیا امن و امان بود. اما یک واقعه را من همیشه بیان میکنم.
راوی نوشته میکنه والله این روزگاری بود که اگر یک زائر یا یک سیاح میخواست که همی تمام جهان اسلام به چشم سر ببینه، مجبور 8 ماه شب و روز توسط اسب تندرو عربی نقل و حرکت میکرد تا تمام دنیا یا جهان اسلام به چشم سر ببینه. حضرت عمر ثانی یک جماعت را موظف ساخت که می پول زکات بگیرین، در تمام دنیا گشت کنین، هر جایی که یک مسلمان فقیر پیدا کردین این پول برش بتین. می فرمای غالبا 1 سال جماعت سرگردان بود در تمام دنیا، ولی یک مسلمان فقیر پیدا کرده نتانست. وقت اصرار میکرد که پول زکات بگی، او با کمال استغنا برش میگه برادر صحیح است که پارسال من فقیر بودم، پول زکات گرفتم، الله امسال مرا غنی ساخت، خودم از زکات دادم، من با پولی تو هیچ نیاز ندارم. وقتی احوال برای خلیفه روان کرد، خلیفه برش گفت خی فقیر که پیدا نمیشه، توسط اینمی پول شما غلامای مسلمان آزاد کنین، باز اگر پیسه پیشتان ماند راه های عام پخته بکنین. برادرای عزیز، یقینا وقتی که مسلمان ها در دنیا به معنای کلمه ممثل دین اسلام بود، خداوند جل جلاله مسلمان ها را بلند، یهود و نصارا را ذلیل ساخته بود. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. بسیار صراحت داره یای مبارکه. شما خفه نشین، مایوس نشین، شما اعلا هستین، قیادت به دست شما هست، ولی شرط چیست؟ ان کنتم مؤمنین، بیان که محاسبه بکنیم. اگر ما و شما دعوای ایمان دارم که واقعا ما مؤمن هستیم، خیلی چرا قیادت دنیا در دست ما نیست؟ پس وقتی قیادت جهان در دست ما نیست، بیان که اعتراف کنیم که او ایمان را که الله از ما میخواه، او ایمان نه قلبای ما و شما تا بالی پخته و راسخ نشده. پروردگار جل جلاله همه ما و شما را به معنای کلمه مؤمن بگردانه. برادرای عزیز، خیرا راه نجات در چی هست؟ ببینیم در حیات پاکیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسجد نبوی، استادای گرامی خو یک مدرسه است، همیشه براتان گفتم مسجد نبوی تنها مسجد نبود. دیگر امرای نوجوانا صحبت میکردیم، مسجد نبوی هم مسجد بود، هم مدرسه بود، هم پوهنتون بود، هم قصر سلامخانه بود، هم شفاخانه بود و هم زندان بود. ولی ظاهرا تعمیرش بسیار ساده، تو کانکریت نبود. شاخهای خرما را سرش انداخته بود. احیانا که باران میشد زمین آنقدر مرطوب میشد، وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سجده میکرد، یک توته گل به پیشانی مبارک بلند میکرد. 9 سال در مسجد نبوی چراغ روشن نشد. اولین صحابی که چراغ روشن کرد حضرت تمیم داری رضی الله عنه بود. نبی علیه السلام آنقدر خوش شد، برش گفت که ای تمیم، با خدا باور کو که من دختر ندارم، اگر من دختر می داشتم حتما برای تو به نکاح می دادمش. راوی نوشته میکنه پیش ازی که فضای مسجد نبوی به نور مادی روشن شود، تمام جزیره عرب به نور هدایت روشن شده بود. یعنی ظاهرا تعمیر مسجد نبوی خام، ولی هستی هایی که در صحبت پیامبر خدا تربیت شدن بسیار مردمای پخته بودن. خداوند ما شما را هم پخته بسازد. هر چیز که امت پیامبر خدا در مسجد نبوی ساخت، فضای مسجد نبوی فضای بسیار نورانی بود. به مجرد که غیر مسلم می آمد، در چند لحظه محدود در زندگیش یک انقلاب می آمد. و صحابه کرام مطالب را که از پیامبر خدا می آموخت، عین فضای ایمان به خانه خود منتقل می ساخت. یعنی خانه های صحابه کرام هم ایمان ساز بود و فضای بازار هم ایمان ساز بود. پروردگار شاهد است، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در امت رسول الله صلی الله علیه و هستی های موجود است که هیچ وقت تجارت و کاروبارشان مزاحمت عبادت و نمازشان نمی کنند. معلوم میشه که هر سه ماحول ایمان بود. خب بیان که مقایسه کنیم امرای حیات فیلی خود، برادران ناراض نشه، یک درد از بیان میکنیم. امروز الحمدلله تا جای مساجد ما نورانی هست، ولی 100% نورانی نیست.
یک جماعت دعوت از اون مرزهایی که یهود و عرب ها یک جای زندگی میکرد عجیب یک خبر آورد. گفت ما که به اون محل و منطقه رسیدیم به یک مسجد رفتیم، یک مؤذن آذان گفت ولی از امام هیچ خبری نبود. منتظر برآمدیم. او مؤذن گفتیم او برادر حال امام کجاست؟ مردم منطقه کجاست؟ نماز خود دیگه قضا میشه، کی برای ما نماز میته؟ میگه مؤذن برش خنده کرد که ما یک یهودی هستم، مسلمانای منطقه برای ما تنخواه میته که فقط تو آذان بگو گناه داره مسجد باشه و مؤذن نباشه، اینجا دیگه نماز دیگه پا نیست. میگه سخت ناراحت شدیم. دمی حالت ناراحتی و یهود در سر شانه ما دست ماند که فعلا دوران ترقی ما، دوران صعود ما هست و دوران نزول شما هست. میگه ما پرسان کنیم که می دوران صعود و ترقی ما چی وقت شروع میشه؟ میگه گفت وقتی که در موقع خفتن و صبح مساجدتان آنقدر نمازگزار پیدا کنه مثل که در روز عید و روز جمعه هست. خفتن و صبح، چرا خفتن و صبح سر مسلمان ها بسیار تکلیف است، نمیاین به مسجد. وقت خفتن و صبح مساجدتان آنقدر آباد شد مثل که روز عید و روز جمعه است، مطمئن باشین که باز دوران صعود شما شروع میشه. یعنی عرض میز برادرای محترم که تا جای فضای مسجد ما نورانی هست ولی در خانه های ما او فضا نیست. متاسفانه که امروز ما اشغال شدیم و ما در مقابل یک تهاجم بدنام فرهنگی قرار داریم و یقینا اطلاعات تمام جهان منحصر به یهود هست و یهود سرمایه‌دارترین قوم دنیا هست. ما امروز میبینیم که از طریق تلویزیون های ما چقدر برنامه های ایمانسوز نشر میشه. امروز اگر برای یک نوجوان ما این ماحول و محیط نه، خداوند از این راضی شه، ما خوش هستم، ولی دور از این اگر از یک نوجوان پرسان کنی که آقا جان حضرت مصعب ابن عمیر میشناسی؟ بیچاره معصومانه سنت سعی میکنه، یعنی جوابش است که متاسفانه نه. آیا خالد ابن ولید میشناسی؟ متاسفانه نه. ولی اگر از اون نوجوان قهرمانای کاذب سینمایی را پرسان کنی فوراً میگه بله. ما خو نوجوانا را ملامت نمی کنیم، ملامت خو ما هستیم برادر. خدا میفهمه و کارش کی فکایی است یا واقعیت داره. خو من شنیدم مگر عجیب یک گپ است، میگه که یک ژورنالیست به پوهنتون کابل آمد و امرای یک نوجوان طولانی مصاحبه کرد. این ژورنالیستا خواده داره داخل باز از پیشش پرسان میکنه برادر به چی علاقه داری؟ اون نوجوان برش گفت که با هنر سینما، گو در بین قهرمانای سینمایی کدامی که بسیار دوست داری؟ نام یک هندوی قدراز برش گرفت. گفت راجی به او چقدر میفهمی؟ گفت آنقدر زندگیش مطالعه کردیم که فرنی را بسیار دوست داره. بعد از او از پیشش پرسان شد که راجی به سید جمالدین افغان چی نظر داری؟ او را چقدر میشناسی؟ میگه شانای خدا چملو کرد که ولی از خارجی ها چندان خوشم نمیه. این سطح فرهنگی نوجوانای ماست. به هر صورت فضای مسجد قسما نورانی، فضای خانه ما برادر ایمانسوز هست، فضای بازار ما ایمانسوز هست. امروز یک نوجوان، یک طفل از پدر خود 1 روپیه میگیره، پدر جان مکتب میرم 1 روپیه خو مرا بده که آیسکریم میخرم. پدرم برش 1 دهی میده. وقتی دکان آیسکریم میره عین فضایی که در خانه شو سوجم برادر تیار تلویزیون ماندگیز فیلم. این بچه بالاخره آیسکریم هم میلیسه و سیلی و فیلم هم میکنه. بعد از اون مکتب میره. برادر ما استاد ظاهر دایی خو معلم هستیم، 1 درس از خدا نخواسته غیبت نشه. تا جایی که یاد من میاد ما در مکتب بودم وقت ساعت سپورت میشد معلم صاحب سپورت برای ما میگفت تو بچه متوجه باشین که صبح ساعت سپورت است، پشت گوشتان چرک نباشه، لباستان صفا باشه، مگرم 1 خواندن و 2 تا فکایی یاد بگیریم. ما فکر میکردیم که 1 خواندن و یا 2 فکایی یاد گرفتنی جز مسئولیت یک شاگرد است. خانه که می آمدین پدر و مادر ما را سرزنش میکرد. و جالب چی بود وقتی روز معلم تجلیل میشد ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انما بعثت معلما،
ما به حیث یک آموزگار برانگیخته شدم. هدف ما چی هست؟ لأتمم مکارم الاخلاق، تا اخلاق در زندگی امت ما رنگ بیاره. ولی نوجوانا چون متاثر از امو چهره های کاذب سینمایی است، فکر میکنه استاد به این خوش میشه، باز یک پوستکارت بچه فیلم میگیره، پیسرش نشته میکنه استاد محترم روز معلم به شما تبریک میگه و معلم سبم با کمال تشکری و کارت از پیشش میگیره. این هست حالت جامعه ما و شما. ما و شما که امشب بیجا برادر آمدیم، خود ما نامدیم، یک درد ما و شما ایجا کشانده. چطور شو برادر که فرد اصلاح شو الله مو وعده را برش بده، جامعه ما اصلاح شو الله مو وعده خود پورا کنه، مسلمانای جهان اصلاح شو الله مو قیادت برش بده. او رو صحبت شد در پوانتون. یعنی خاطره بسیار بد ما هست. ما وقت نام سید جمال الدین افغان میشنیدم، این نابغه شرق است. ما گفتم خیلی اول نمره است، در بین نابغه های شرق اول نمره است، بسیار ذکی آدم است، آیکیوش بلند است. یک وقت کم کم خدا مرا فکر داد، بعد از شناختم نه، در سینه سید جمال الدین افغان یک دردی بود که باید قیادت اسلامی در تمام دنیا حاکم شود با نام پان اسلامیزم. بعض مردمای ساده سر آقای سید اعتراض میکنه. در دوران امیر شیر علی خان که افغانستان در شرف مستعمره شدن بود، او ناجوانی کد ملک ایلا کد، ولی دردی که در سینه سید جمال الدین افغان بود او در تمام دنیا جای نمیشد. در اکثر نقاط دنیا نقل و حرکت کد، مردم بیدار ساخت. با بیداری و مجاهده سید جمال الدین افغان الحمدلله حرکتایی که امروز در دنیا پیدا شده، امید است که پس مسلمان ها به طرف دوران خلافت برند. امی سه اصطلاح را براتان میگم، زیاد پرحرفی نمی کنم. شما خو میفهمین برادر که 13 قرن مسلمان ها سر دنیا سر جهان برادر حاکم بودند. در سال 1922 چهره کثیف استعمار ظهور کرد و استعمار خوی عادتش است. پیش از اینکه یک کشور اشغال کنه یا ضمناً که اشغالش کرد، تهاجم فرهنگی، برنامه های ایمانسوز. این نوجوانا که این شکل غرب دیدن که بسیار لکس است، فکر کرد که مفکوریشان بسیار لکس است. به غرب یکمه که گرایش پیدا کنند. سه اصطلاح غرب گرایی. در مرحله اول نوجوانای مسلمان در دنیا به غرب گرایش پیدا کردند. وقت غرب آرمان خود ساخت، بعداً مرحله غرب زدگی شروع شد که یگانه آرمان و آیجای نوجوان مسلمان دیگه غرب بود. این موقع است که سید جمال الدین افغان در تمام دنیا نقل و حرکت کرد. این مرحله غرب زدگی را به مرحله غرب ستیزی تبدیل کرد. امروز الحمدلله در دنیا بیداری هست. استاد وردک قبلا غالبا 30-40 سال پیش استاد ماست به مصر رفته بود. یک چند وقت پیش باز به مصر رفت. گفت یک وقت در پوانتون قاهره 96% دخترها به حجاب بود و امروز الحمدلله که 98% دخترها با حجاب هستند. در ترکیه برادر آهسته آهسته یک انقلاب مصر خود شما شاهد هستین و امروز دمی کشورهای اسلامی که حرکت به وجود آمده، دعا کنین که قیادت ازی به دست باطل نفته. به این خاطر برادرای عزیز ما شما انشاءالله شروع میکنیم اول به اصلاح فرد. بین که برادر در مسجد خود اموتو نوجوانا را جمع کنیم، برش فکر بتیم. در خانه خود فضای تعلیم، به نظر من الرحیق المختوم بسیار کتاب مناسب هست. اولادای ما با زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و آله آشنا شود، زندگی جهادی صحابه کرام بفهمه، کارنامه‌های علمیش بفهمه، اخلاق و سیرتش بفهمه. به هر صورت اینمی فضا آهسته آهسته به مکتب و پوهنتون و بازار مبارزه کار داره. خداوند جل جلاله به همه ما شما توفیق نصیب بکنه. دعا میکنیم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. پروردگار جل جلاله این مجلس ما را قبول بفرما. ای پروردگار جل جلاله امی برادرایی که فعلا در این مسجد تشریف داره
و در خانواده های جنجال های ناحق فامیلی هست. ای پروردگار به لطف و کرمت این فضا را به یک فضای صلح تبدیل بکن. ای پروردگار در این خانواده های ما که محرومیت هست، قرضداری هست، مشکلات اقتصادی است، فضا را به رفاهیت تمام کن. ای پروردگار بر مریضا صحت بده و او انسان های بیگناهی که از دست استعمار که مثل مار و گژدم در کشور ما ظاهر میشن، ای پروردگارا اونا را از سلول زندان خلاص کو و نجات برش بده. ای پروردگارا این اشغالگرایی که به کشور ما آمده در حیات ما اونا را ذلیل و رسوا بساز. ای پروردگارا در تمام دنیا مسلمانا را اعلا و کامیاب بساز. ای پروردگار ای چهره کریه و کثیف استعمار در تمام دنیا با شکست مواجه بساز. در انتها ای پروردگار امو عزت از دست رفته مسلمان ها را بار دیگه اعاده بکو و چنان یک خلافت و یک حکومت که در چتر ای خلافت نه تنها مسلمان ها در امن و در عزت و در شرف و در رفاهیت زندگی میکنه بلکه کفار هم مسکون بساز. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. برادر تراست که می گپ باطل سر بحث نمی کنیم. گپ از او به معنای کلمه غلط هست. ما خدمت شما عرض کردم که یکی خو همین مرحله غربگرایی و غرب زدگی هست. یعنی می خود دموکراسی یک اصطلاح سیاسی هست و هیچ وقت سید جمال الدین افغان حتی راجع به سید میگه که او یک ماسونی بود به این منظور که او در خدمت یهود بود. شما میفهمین او با کی سبز بس خلاص چرا کارتونای نبی علیه السلام کشیدن؟ به خاطر که امروز در جهان غرب روزمره مردم تاپ به صدها نفر به اسلام مشرف میشه. به نام میسی هم بچی ما گفت که مشهورترین فوتبالر جهان او روز به اسلام مشرف شد و فردا میگه اولین روز است که به خیر روزه میگیره و غالبا امروز روز هفتم روزی شد. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! این به خاطر است که کارتونا را چرا کشیدن؟ که مردم جهان اهل مطالعه است و سرانجام سر پیامبر خدا اعتماد دارند. روزمره به صدها نفر به اسلام مشرف میشه. چطور جهان راجع به پیامبر خدا به اعتماد بسازیم؟ آقای سید که تمام دنیا را بیدار ساخت و به نام پان اسلامیزم یعنی دوباره به خاطر احیای مجدد خلافت ای که امروز نوجوانا بیدار است چطور همی پیام آقای سید در انظار عامه بیکار بسازه. متوجه هستین؟ ای همش در حقیقت تبلیغاتی سوز که راضی به شخصیت سید جمال الدین افغان. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن